نگاه کردن به مدفوع شاید یک عمل خوشایندی نباشه، ولی بعضی وقتا از روی همین شکل مدفوع میشه به یک سری بیماری ها پی برد و بایستی هر چند وقت یک بار این مسئله رو انجام داد. ببینید مثلا اینجا نشون دهنده یک یبوست هستش، یک مدفوعی هستش که ناشی از یبوست فیبر و مایعات کم مصرف میشه. این مدفوع ناشی از سوء جذب و مشکلات مثل مشکلات معده یا پانکراس و لوزالمعده هستش که غذا به طور کامل جذب نمیشه و حتی ممکنه به صورت سالم دفع بشه. این باز یک مدفوعی هستش که باز ناشی از مصرف کم فیبر هستش. فیبر داره ولی مصرفش کمه و این یک مدفوع عفونی ممکنه باشه که حجمش زیاده، ناشی از بیماری‌های عفونی مثل بیماری باکتری یا ویروسی هستش که چربه و پرحجم هستش. و این یک مدفوع مخاطی هستش که دفع مخاط رو در مدفوع داریم که ناشی از بیماری‌های جدار روده میتونه باشه. و در پایان این یک مدفوعی که شکل و قوام و رنگ طبیعی داره که اگر اینطور چیزی فرق داشت میتونه خوشحال باشه که سیستم گوارشش خیلی مشکلی نداره.